زرنیسار است. یک قرصک دیگر برای بختیار جان میزنیم. تشکر صدر اعظم. نیکی ارزو جان قندوش از هم قزنکای تعریف کرد که باور کنید این آسمانی هفتون دا برآورد خدا خواهد اکاتون میده میده میفروره شما را. عمر شما دراز باشد. با این اویله جوان که اویله بسیار نوتاسیس است مبارک باشد. باور کنید خانه همه توی باشد، خرسندی باشد. ببینید که چه زمانه شد این وباها آمد، کرونا ویروس آمد و این چیمچی ها آمد و خش ای خش دور کرد، برادر ای برادر دور کرد. آدم واسه سلام کنید میترسه. همین خیلی است. ایستاده که خنده میبینه میگه هاز عجل من دست این با میگیرد میرد من قطعش. لیکن همین کرانتین گفتن کرانتین اپای هایتای من برای زنکو گام میزنم هایتای خوجسته ستاره شما من معلوم نشویتون شما مردک شدگی من زنکو با کار دارم. همین کرونا ویروس گفتن همه با ترس لرزه همه وای خدا جون وای خدا جون وای خدا جون. کرانتین گفتن ما مردکو رعایت کردیم شما زنکو عموما رعایت نکردید. تو من برای همه شما جمع کردم ووی نگوه باز من دکازت میکنم چخیل ما مردکو ترسیده میگردیم این زنک مردم مزوشونیم شما مزوتون نیست بیا حاجی سمی یعنی برای من دعوت کرد 1000 من گپ داشتم اینو بده همین زن شما ساده یه روز با 5 بار یک دوگانش میبیند این کسل شما کرانتین ممکن نیست. یک عالم گفت که ایمونیتت زن نسبت به مرد بلند بوده. باور کنید همین زن همه بیماره و تا باور بوده او بیچاره مرد که میخواد گوسپند بری خلطونده برده ایستاده. این چی گپه؟ با وقتی که ویروسی خانه سوخته وجود زن دمی در آمده کو پشیمونای زار میشده. من کجا آمدم این کجا بود برو آمدن به زار میشده نمیتونستن. به همین هم در تاجیکستان زن نسبت به مرد بسیار بود. به همین کسلی ها بسیار بود. قریب 500,000 شما زیادین. با یه باره این وبا آمد مردکای یک تک گرفته گوسپند بری برده ایستاده هم خیلی کردن. 10 سال دیگه همین خیر روید کو مردکا تخم عنقا میشود کافته میگردین. لیکن ایا جو میوین موزیبه میگن همین خیلی مخلوقی نرینه بود. انا برای زنای ارجمند مرداتون دوست دارین. کلین امروزه دا التماس میکنم شوهرت دوست دار حرمت کنین باور کنین. اینا بینه حاضر فصل سرما زمستونه بعضی یک قسمت شما زنکای حصار مرداتون راننده کو ممکن مسافر میبرد بار میبرد خیلی گنجا یک روز بعد دروغ بیکار خوجگی 10 بار زنگ نزنین دگی جایه قطی کیه با گپا بی کنی قسم خوری شما مزاتون نیست او هوای بار برد پول میاره شما میخوراند مسافر برد پول شما ای بیکاریه الهی تلفن‌های شما شکسته شود که ای بیکاریه بهانه میکنه. با بعضی مردکا عصبی میشوند گفتم که میبیام با یه لحظه آرام میشم با یه ساعت پس با زنده با یکی بهانه بینم اعظم جان داده گفته ایستاده اعظم جان 3 ماه داده میگوید بی برای هوای کو مرداتون دوست داریم زنکا با مرداتون راننده هسته کو حاضر فصل سرما یخی سردی من یه چی میگم همین شوهرای شما بغیر شما دیگه یگان کس به در کار نیستن و علاکه عدد شما نگات نشودگی دل جگر ادا شده رفتگی یک کورپسی خالی مونده هوای کشاله کده میگردد به خاطر شما. قرصه برای مرداتون بزنین همیشه تنصیحت باشین. شماره زنکا بسیار من زنکا را گپ دارم در دوره شوروی در دوره پیش زنکا او زنکا این حالی هم گپ میزنن این زنک مردم که خانه با گپ حولی روی با گپ گوجشی با گپ توی خانه با گپ مرده خانه با هم گپ شمون یه بار گپی من گوش کنه یه سال به یه بار میبینم زنکا ها دوره پیش دکو این همیشه قسمت 90% در دوره شوروی عروس شدگی کلینج در خانه داماد میرن که چقدر شما با منی 3 روز 4 روز نیست 3 روز همین 3 روز با هم کر هم گنگ فرشته با زنگیره میگه په زور شایفتگیم روزی 4 باور کنید چیکارایی نمیکنید با دوره پیش در کلینچکا زور بودن کلینج نمیرفتن مادر داماد و خشتامانشون چی میگفتن خاله جان و عمه جان میگفتن نه
حاضر خاله کلینای شما آچا جان میگن نه حاضر ها دروغی با وجدانم قسم دروغی وای ای سیاست شما ترسیده شما را آچا جان میگه اینا شما در توی خانه توی محمد صالح ده خانه کلین مانده خانه به دشمن ماند کو به بلا ماند کو ای بخشش به خوشتامد مان خانه وای حاضر 10 بار قطعی آچای خودش گپ زده است با خدای شما چی میگه طرف کلینتون در جای کلین بیچاره چه ده خانه با خدا چی میگه آچت کنی آچت کلین شما چی میگه نمیست توی محمد صالح رفته گیایی یک قرصه برای خواروی گیتلر بزنین و به همه شما تنسیاتی سلامتی تمنا میکنم خواهر ارجمند عروس همین ترا یک گپی برادرونه میگم حاضر همین کلینش نمیرن کو کلینای مورا علمی کمپیرکو وایرون میکنه شما زنکو را اوچگو مناسبت زور میشود زور نمیشود اومدی خونه محمد صالح ده نوری ده تاج سر اوچا نگو اما جونگو خالا جونگو سحر ساعت 6 سحر خیز آب تورات پیرو کمپیره ته دعا شگیر انا میشود مناسبت زور قرصک برای همین خواهر خوشروی ما میزنیم ما صحتمند باشن سلامت باشن یک گپ دیگه کجا شد سمه حاجی کنی حاجی کجا شد رفت محمد صالح ایجا بیا محمد صالح ایجا بیا یک قرصه برای همون گناهگار میزنیم ایجا بیا خیلی جونه جون ایجا بیا این بچه ایزاکشه اولادای کلین جید میکنه تا این خیل دامادی بشر ما این خیل جوان مرده هر کس آرزو میکرد قرصک برای شه بچه میزنه ما مبارک شود صحتمند باشید عمر دراز فیض و برکت خدا صاحب کودکای بسیار کنند 10 تا 15 تا نیجوره همین 4 تا شود 5 تا شود رنگی پدر و اولادای خودت یک بننگ و باور شود برادران برین خودش یک دولتی کلانه حاجی سمی یک کاری دیگه من میگم با میرم پنال به خدا همین گاگا حساب اسد میکنین کو سوپرمارکت خراسانه کم بودی میاد کو هوای همین کاری که من میرم شما نیستن این محمد صالح من بس سکیت کم میکنه ده 10 سوم 20 مالک رکلام کردم نه اپا هیاتو گفتم ورزه گفتم همین سور خرید کنین با خدا دموی زور یا بار اومدم 120 سوم شد 70 سوم گرفتن این خش از دچی دادن من دیگه آموخته شدم برای هوای رکلام میکنیم قرصک برای خیر و سخاوت شما بار دیگه شادی و خرسندی مبارک باشد چون امروز یک چی میگن هم تنظیم است لیکن یک فیض و برکتی توی عروسی دامادی بود که کاروان هنرمندا با وادی حصار زرینسار آمده ایستادند از بهترین مشهورترین مشاقا تا عالیترین حافظان محبوب کشور